پول باشد همه حل می شود. کی احساس زنده بودن میکنید؟ فرمولی عمومی خوشبختی وجود ندارد. چرا؟ اگر تو در جستجوی نسخه برداری شده خوشبختی دیگران هستی، پس این نوار برای توست. یکی از تحقیقات‌های جالبی که اخیراً خواندم مقاله بود از پروفسور دانشگاه کالیفرنیا با نام دکتر بک. او کوشش میکرد بفهمد که آدمان بیشتر کی حس خوشبختی را تجربه میکنند و در نهایت ما باید در پی چی باشیم. برای رسیدن به پاسخ دکتر بک و گروهش یک تحقیقات طولانی دقیق را آغاز کردند. آنها تجربه 40,000 نفر از 5 کشور جهان را تحت نظارت گرفتند و در طول 10 سال هر سال با این آدمان مصاحبه های مفصل انجام دادند. یکی میگوید دوستی خوب همه چیز است، دیگری میگوید پول باشد همه حل می شود، کسی دیگر میگوید فلان کار را کن البته خوشبخت میشوی. اما فرمولی عمومی خوشبختی وجود ندارد. چرا؟ زیرا آدمان به 4 گروه اساسی تقسیم می شوند. برای شفا یافتن چی باید کرد؟ این و دیگر مسئله های بسیار مهم را شما می توانید از کتاب بیماریت را دوست دار که با قلم والری سینیرنیکوف تالیف شده است مطالعه نماید. شما این کتاب را می توانید از همین سوپرمارکت‌های یا دسترس نماید. ما برای شما بهترین ها را پیشنهاد میکنیم. با خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید. گروه یکم، داخلی. تقریباً 22% آدمان این گونه‌اند. حسیات درونی آنها همه چیز را معین میکند. نه پول، نه منصب، نه مناسبت برایشان مهم نیست که دارایی دارند یا نه. آنها میگویند زندگی را زندگی کن، ما مسافریم، امانت داریم. گروه دوم، گروه بیرونی. برای 21% آدمان برعکس است. همه چیز باید از شرایط‌های بیرونی خوب سرچشمه بگیرد. پول باشد خوشبختند، مناسبت خوب باشد خوشبختند، اگر نباشد نمیدانند به چی دل خوش کنند. گروه سوم، دو جانبه. تقریباً 25% آدمان هم از درون تاثیر میگیرند هم از بیرون. مثلا اگر فرزندش خرسند باشد دلش شاد است، اگر دلش شاد باشد در جای کارش بهترین می شود. همیشه در حالت تغییر قرار دارند. گروه چهارم یعنی گروه بینظام که 21% آدمان هیچ چینکی معین برای خوشبختی ندارند. باره با یک پیاله قهوه نوشیدن لذت میبرند، باره با یک کتاب خواندن، باره با یک دستاوردی بزرگ و حتی بعضا بعدی حمایه رسالی دکتری هیچ احساسی ندارند. پس نتیجه چنین است: خوشبختی یک نقشه شخصی است، نه عمومی. یکی با کار و پول زیاد شده است، دیگری با زندگی عادی، یکی با کتاب و دانش، دیگری با محبت آدمان، یکی با رابطه احساسی، دیگری با تنهایی، یکی با خودشناسی، دیگری با شناخت جهان. و این یعنی نسخه خوشبختی خود را بجو. نباشد با شبیه دیگران زندگی میکنی. و در یاد داشته باش که با چی دلی تو خرسند می شود، از چی بیشتر لذت میبری، کی احساس زنده بودن میکنی. چون زندگی تو از آن توست، نه تجدید زندگی دیگران. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید. ما برای شما بهترین ها را توصیه میکنیم.